من از تبار درختم، من از تبار درخت، شکوفه بار چو شاخ گوهر نثار درخت. و ریشه های پیامم ز قعر تاریخ است، تواضعم خمی شاخه های پرثمر است. مثال دست سلامم که صد شکوفه درود بروی گیتی بست. من از تبار درختم و یادگاری نسیم به یادگاه عزیزان رفته آمده ام و عمر لحظه فرارم که برگ برگ گریخت چو روزگاری نسیم. امید میکنم آخر نبود باری نسیم. من از تبار درختم و هم جوار درخت، تبرخوری ازلی یار برد باری درخت. و شاخ شاخ شکستم ز کلتک اغیار، نبردم بار شکایت بدر یار غمگسار درخت. من از تبار درختم، من از تبار درخت. بهرام رحمتزاد، شاعر، محقق، نامزد علم‌های فیلولوژی، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان سال 1987، در عائله شاعر خلقی تاجیکستان احمد جان رحمتزاد به دنیا آمده است. او ختم کرده فکولته زبانهای شرقی مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов بوده. چند سال همچون آموزگار در همین فکولته به دانشجویان درس گفته است. عین زمان بهرام رحمتزاد مسئولیت سروری مؤسسه دولتی مرکز علمی کمال خوجندی را بر عهده دارد و به تحقیق ادبیات فارسی و تاجیکی مشغول است. او مؤلف بیشتر از 100 اثر علمی بوده. در جاده رشد ادبیات شناسی ملی سهم ارزنده دارد. مجموعه های اشعار بهرام رحمتزاد تحت عنوان مکالمه خورشید، موسیقی عطر، من از تبار درختم به هواداران کلام ناب پیشنهاد گردیده. شعرهایش به زبانهای روسی و بلاروسی، ازبکی و انگلیسی ترجمه گردیده است. بهرام رحمتزاد دارنده جایزه ادبی پدیده و جایزه کمیته جوانان تاجیکستان در ساحه ادبیات است. به ذکر استادان کلام بده، او برای آبرو و افتخار قلم به دست نگرفته و به امید هرچی تیزتر به چشم خواننده نمودن تلاش نکرده است. از صبر و تحملش پیداست که ضمناً اسرار شعر را از خود نموده است. تماشابینان عزیز، این نوبت در روضه سخنوران از دفتر شعر و اندیشه و افکار شاعر و محقق جوان و کامیاب بهرام رحمتزاد پیغام آورده ایم. شعر مایه تسلی روح انسانیت است. از زمانی که انسانیت نیاز به تسلی روحی خودش دارد، نیاز به شعر دارد، نیاز به ادبیات، نیاز به حرف زیبا و در برابر آن که شعر یک نیازی
تسلی روح انسانیت، یعنی یک چیزی است که زائیده حس انسانی است. شعر در برابر این زائیده تفکر بلند انسانی است. یعنی همواره آن شعری که هم در خود حسی بلند و هم در خود تفکر بلند دارد، قابل پذیرشی هم خاص و هم عام است. چون عام اساساً سر و کار با حس دارند و خاصه آن دایره محدوده که همیشه با عقل، همیشه با تفکر، همیشه با روشنایی سر و کار میگیرند و رسالتی پیشبری جامعه را دارند، همیشه کار با تفکر دارند و شاعر باید در شعر خودش همین دو ناقل را به هم بیارد تا روشنایی و هدایت برای فردا، برای نسل عصر 30 و 40 امروز هم دیروز هم گفته باشد. از بین برگ‌های خزان گشته، تقویم‌های کهنه در آن گشته، من آمدم بهار شما باشم، همنام افتخار شما باشم. ای غصه های سرد زمستانی در سینه فلانی و بهمانی، من آمدم فشار شما باشم، در نبض انفجار شما باشم. درویش های کوه و خیابان ها، طلبنده توجه انسان ها، من آمدم نثار شما باشم، در دهر اشتهار شما باشم. دل سردهای همگپ شکوایی، یخ بسته آها گهی لبوایی، من آمدم وقار شما باشم، همنام افتخار شما باشم. ای آدمان تیزروی دنیا، ای آدمان تیزدوی دنیا، من هم برهگذار شما باشم، من هم یک از شمار شما باشم، من آمدم برار شما باشم. تا حالا یک شاعری پیچیدگوی پرسخن بودم، کم دانشی کم خوانش اما پرسخن بودم. تا حالا انگیزه سوزش به جان یخمرام من، پرداز و پردازش به شعر به سلام من کم بود یا هم بود اگر بسیار بیغم بود. تا حالا در کارگاه خود فرموده کار بودم، انگار همچون مرد کارانه، یک بیغم یک بی‌هوس بی درد یارانه. تا حالا در کوچه ها نام مرا رسما چون شخصی با آداب می بردن، وقتی سخن می رفت از تعلیم یا زین باب می بردن. اما تو را دیدم یک شاعری شیوا بیانی خوش سخن گشتم، پردانشی دنیا شناسی تو شناسی ما شناسی، فیلسوفی راستین این زمان گشتم. تا غصه‌ات خوردم خونم به تن سوزیشواری گشت و دل ماشینه عشقت، غم‌های چون دردانه ات آراست شعرم را، تا دفترم گردید چون گنجینه عشقت. یادت بود کارم در کارگاهم در خمارستان، من غصه‌ات را میکنم ترسیم، طرح درویت را ز بیت شیخ میجویم. تا هرگاه یادت میدهد نکهت به کارستان، تا بوی تو یابم دو چشم خیش میبویم. دیوانه ات گشتم انگوشت های بر اشارت رفت، دیوانگیم را بشارت رفت. امروز وقت عشق میگویند و به عقلی نام مرا اول زبان آرند، یعنی که پاس خاطر مجنون تا حال میدارم. تا حالا شعر اصلا که موضوع ندارد، یعنی شعری که زائیده همان لحظه می شود، زائیده همان حس و همان لحظه تفکر شاعر است. یعنی شاعری راستین به اندیشه من در دنبال موضوع نمی گردد. یعنی شعر همیشه خودش در یک حجم معین، در
قالب معین و در موضوع معین و غایه معین سر ما می آید و ما رو وادار می کند که آن را با همون شیوهی که آمده است بیان کنیم. اما گاه ها می شود که شاعر قصداً سر یک موضوع میرد، قصداً برای به چند سبب، یعنی یکی برای سبب هنر آزمایی، یک سبب برای هدایتی نسل امروز. مثلا واقعه های امروز نمیتونن شاعر یک طرف بگذارند، چون شاعر به حیث یک مربی و معلم همین جامعه رسالت دارد و این رسالت را شاعران با طرزها و اصولهای گوناگون بیان میکنند. نه همیشه مثلا مثل فردوسی یا مثل عطار یا مثل مولانا یک قالب‌های چی دارند. شاعر امروز میتواند در یک غزل عشقی هم به یک بیت پندآمیز اشارت کند یا یک غزل اجتماعی خودش میتواند به موضوع وحدت بخشد. یعنی یک بیت تنها میتواند به موضوع وحدت یا به موضوع دوستی یا برادری باشد. یعنی این امروز شعر به نمودها و نمادهای گوناگون گفته میشد. یعنی شاعر مسئولی صرف موضوعی یا پابند یک موضوع جداگانه در یک شعر بوده نمیتواند. وحدت چی حرفی خوش ولی نشنیده میگردیم. وحدت چی حرفی خوش ولی نشنیده میگردیم. بیگانگی کفش است ما پوشیده میگردیم. در دست هامان ساعت طلا ولی این وقت طلایی است ما نادیده میگردیم. حال و هوا داریم هر یک خاص خود، اما ما بیخبر که دوره گردیده میگردیم. این دوره گردیده، این چرخی قفاگردان دیسک است میچرخاند و چرخیده میگردیم. دیسک است میچرخاند و سرچرخه که اوی همچون زمین بر گرد خود گردیده میگردیم. هی دف زنیم و کف زنیم و لوختک بازیم، به کارگردان ما بازیده میگردیم. رسمیت دینی اگرچه من میسازد، آدمگری می هم شود نوشیده میگردیم. گاه میتواند که یک پدیده زیبا هم منبع یک شعر شود. مثلا من باره به کارگاه برادری بزرگ خودم که کسب مجسمه سازی و رسامی و نقاشی و هیکل تراشی دارند، رفتم که یکی از شاگردانشان یک رسمی با اصول نئو سیورالیسم و همین اصول یک رسمی بسیار زیبا میکشید که ناخودآگاه باعث تولید یک غزل یا چند غزل شد که یکشی میخوام اینجا بخونم. رسام آرزویم ارمان کشیده ام، نام تو را به زرورق جان کشیده ام. یعنی تمام حادثه ها را به شعر خود با حرف های بی سر و سامان کشیده ام. دانی چرا ز دست دلم خون چکیده است، من خار را ز پای مغیلان کشیده ام. در شوق تو که سوخته ام روی دفترم، با رنگ های گرم زمستان کشیده ام. آن گونه پاک و صاف و مبرایی ای عزیز، عکس تو را به دفتر باران کشیده ام. دیگر غزل ز دست خیال تو سر نداد، دیگر غزل ز دست خیال تو سر نداد. زین رو به سلک قافیه پیمان کشیده ام. یا که مثلا یک وقت‌های میشد که بسیار متأثری همین مجسمه های و پیکره های ساخته برادرم هم شدم. یک غزل دیگر هم دارم با ردیفی میتراشد. غزل هم اجتماعی است هم عشقی است و آمیخته همین حس ها و تفکر یک شاعر است. کسی که از خودش آشنا میتراشد، چو بیگانه گردد چه ها میتراشد. چه ها می نماید به رنگ تخیل، ز یک خط سه حرف خطا می تراشد. ز همسایه‌ای در به در می هراسم، ز همسایه‌ای در به در می هراسم، که سایه ز دیوار ما می تراشد. تراشد اگر سایه دردی به خیر است، که ترسم که نام تو را می تراشد. من از خیل این بت تراشان بریدم، که از سنگ غیر از خدا می تراشد. که از این خیل هرچند گشتم
ندیدم که هیکل تراش هوا می تراشد. نتواند هوا را تراشیدن ار او، چیسان طرحی حسنی رسا می تراشد. چیسان پیکری همچو آبد مصفا، از این سنگ خالص صفا می تراشد. چیسان دستی چون سیم قیمت بهایت، از این مرمری کمبها می تراشد. قلم می تراشم اگر تو شنیدی، بدان شعر را این صدا می تراشد. بدان شعر سنگ است افتاده در دل، نشد سفته دل سالها می تراشد. غلط را به خط پاکن می تراشم، ندانم ولی تا کجا می تراشم. مفهوم جوانی توأم به مفهوم عشق، به مفهوم شور، به جنون و یک وارستگی روحانی معنی داد می شد. میخوام چند شعر عشقی اینجا خوانم. عزیزم درود و عزیزم سلامت، سلام از این شاعری خوش کلامت. ندانم چی گویم که شیرین برایت، ربایی چو لحنت غزل چون کلامت. خدا را شفیع آورم چون بزرگان، که می میرم از ذره احترامت. الا نازنین تر ز شبنم ندانی، که خورشید باشد سیاه غلامت. که مهتاب یاری سیاه جرده تابد، به پیش دو رخساری چون سیم خامت. تو را پاره پاره به شعر آورم من، نگنجد غزل را ثنای تمامت. نگنجد اگر نام من در ردیفت، دو نیمش کنم می شود بحر و رامت. اینقدر زیباست چشم تو، گویا دریاست چشم تو. چون نماز خفتن خورشید، شام نور افزاست چشم تو. برلیان و برلیان استان، قیمت از طلاست چشم تو. بس که در بازار زیبایی، بهترین سوداست چشم تو. همچو حافظ مست و بیگانه است، بلکه مولاناست چشم تو. کودکی شوخ دل ما را، خانه باباست چشم تو. بهترین طرز دروغ عشق چشم تو، از راست چشم تو. دنیا پر از بدی است ولی بد نکردم، دنیا پر از بدی است ولی بد نکردم. همکاری رواق زبرجد نکردم. گاه عزیزم اصلی خرافاتی تو را رد کردم، ولیک چو مرتد نکردم. تا تنگی نظر به جهان حکم میکند، روحم فشار دارد و من رد نکردم. روز اگر به هدیه تبسم نبردم، آن را حساب عمر ز ابجد نکردم. گر پیرو به شیخک نادان نبودم، بار برون ز دین محمد نکردم. در جای خود نشسته ام و خاک جای من، بار تلاشی منصب و مسند نکردم. بهرام شخصی رحمتی زادم، ز احمدم اما تفاخر از پدر و جد نکردم. یک شعر میخونم برای آن که یک هدایت نامه است. اصلا که آغازی یک روزی کاری من است. وقتی من نو دانشگاه رو ختم کرده بودم و سحر به کار می آمدم، هر سحر دختری کلانی من فرهناز یک خواهش های زیبا می کرد. باره از کار می برآمدم، سرم بسیار مشغول و فکرها بند بود و یک لحن کودکانه و جهانی کودکانه خودش خواهش کرد که به من یک کوکوچه بیارید، یک پرندچه بیارید. که من گفتم پرندچه چیکار میکنی؟ گفت مهربانی می آموزم. و همین لفظ کودک باعث تولید همین شعر شد. شعرم تجسمی آغاز یک روز کاری یک انسانی عادی است. هر سحر از خواب بیدارم کند زنگوله بیداری تلفن، تا فرا خواند مرا از عالم علوی، عالم اندیشه های خوش، سوی این یک رنگ بی معنا زندگی ما. نه،
بلکه بی‌معنا نباشد، لیک یک رنگ است. این قدر بر مهربانی کردن ما فرصتی تنگ است. هر سحر در گرد خانه ناشتا خنده زنگوله‌دار دخترم طور اعصاب ترنگم را نرم نرمک می نوازد، مهربانی می کند. دادا بهر من کوکوچه آره. من ولی از آستانه پا به بیرون نانهاده خواهشی زیبای کودک را از برای او مهم اما چی کوچک را بر فراموشی سپردم. این چی آهنگ است. این قدر بر مهربانی کردن ما فرصتی تنگ است. هر سحر در ایستگاه خط سیرها پیش یکدیگر گرفته آدمان یکدیگر را می ربایند. آن نفرهایی که چون آدم ربایند لحظه لحظه می سرایند. یک نفر مانده از پول ناداده اما از برای چند درهم در بقیه باز در جنگ است. این قدر بر مهربانی کردن ما فرصتی تنگ است. می رسم بر کارگاهم جز سلام خشک و خالی هدیه زیباتر از خاموشی و گنگی ندارم. روی میز کاریم آراسته یک دانه گل اما ز دست وقت آن هم آخر پرپوری چنگ است. این قدر بر مهربانی کردن ما فرصتی تنگ است. در جهان متمدن امروز توجه شاعران، قلمکشان و نویسندگان و موضوع وطن خاصه در چند سال اخیر به یک منظر است، به یک منظور هم است که نسل امروز را، نسل فردا را به همون حس بلند هویت ملی که نیاگان ما داشتند، بزرگان ما در زمانهای شوروی داشتند، در زیر فشارهای اینقدر مثلا چی کتاب‌های چون نمونه ادبیات تاجیک و تاجیکانو که امروز همچون شناسنامه ملت ما هستند دوباره در وجود این جوانان نورس احیا کردن است. و من هم میخوام یک غزلی که بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت نوشته بودم قرائت کنم. میرسد عید صلا ای میهن، میرسد عید صلا ای میهن، دری کاشانه کشا ای میهن. در بدر آمده ام از تاریخ از میان من و ما ای میهن، تا تو را زنده کنم در جانم. جنگ کردم به خدا ای میهن، رفته و آمده ای تو تبریک، بین این رفت و بیا ای میهن. از زمینت نبرم پا بیرون، از زمینت نبرم پا بیرون، گر برندم به سما ای میهن. به ز دنیای و دنیا فانی است، یک توی داری بقا ای میهن. میرسد عید صلا ای میهن. من که امروز با شما از نگاه یک فردی که اصلا میخواهد بیرون از جامعه باشد ولی حصه حصه ذره ذره پاره پاره همین دلش در وجود شما تپش دارد، با شما نفس میکشد و با این خلق عزیز است، با مردم عزیزش همواره زنده است. چی گفتنی هستم؟ گفتنی هستم که بگذار زندگی شما مثل یک روضه از روضه های هشتگانه بهارستان باشد، یک باغ از باغ‌های هشتگانه گلستان باشد و بگذار زندگی شما همیشه با سخن، با سخنوری، با یک حسی پر نجابت نیاگان ما شکل گیرد و فرداهای دیگر ادامت پیدا کند.